کانال قربان نعمتوف در یوتیوب شام 10 اپریل خبر داد که در بین همگی 2 روز مردم برای نظروف یک راننده اتوبوس که یک باره 7 ماشین تاکسی را زده بود اونقدر کمک جمع شد که هم برای ترمیم اتوبوس و ماشین‌های آسیب دیده کفایت میکند و هم برای ساختن یک خانه نو 2 قبطه به جای کلبه خیلی فقیرانه‌ای که این راننده بیچاره همراه پدر و مادرش در آن زندگی میکند. قربان نعمتوف و رفیقانش شام 10 اپریل به خانه نظروف آمده درزهای پول را پیش آنها گذاشتند و گفتند این تنها کمکی است که از مردم جمع شده است. قربان نعمتوف مبلغ جمع آمده را گفتن نتوانست. او تنها گفت که یک قیامت است، با این پول اکی نظر میتواند این خانه چش را چپه کرده در جایش یک خانه 2 قبطه بسازد و برای این بابایم یک دیوان هم بخرد که موی سفید راحت کند. اما افزود قربان نعمتوف 315,000 سومانی نزدیک 25,000 دلار پولی را که نظروف باید برای ترمیم اتوبوس و ماشین‌های آسیب دیده پرداخت میکرد شرکت رخش تاکسی یا تاکسی 3333 پوره به دوش خود گرفته است. ما همراه اکی نظر میرویم و آن پولها را یک بین رانندگان تاکسی های آسیب دیده تقسیم میکنیم، گفت بلاگر. پدر و مادر نظر اونقدر برکت آمده بودند که هر لحظه گشته و برگشته به مردمی که در این روز سخت دست آنها را گرفتند دعای نیک میدادند. ویدیوی قبلی در کانال قربان نعمتوف درباره زندگی خیلی فقیرانه خانواده نظروف موجب واکنش ها را به بار آورد. در ویدیو دیده میشد که نظروف 36 ساله با پدر و مادر پیر برجا مانده‌اش در یک کلبه تنگ و خرابه به سر میبرد. مادرش با گریه و ناله نقل کرد که پسرش از رانندگی اتوبوس هر روز همگی پول 4 یا 5 نان کار میکرد و به خانه میآورد، ولی امروز به گردنش تاوان بار شده است که آنها در عمر خود چنین پول را یافته و پرداخته نمیتوانند. نام نظروف روز 2 اپریل بعد آن ورد زبان شد که او را هنگام مسافرکشانی در خسیر رقم 33 سر چنبر فرمان اتوبوس خواب برد و نظر با اتوبوسش در نزد دانشگاه طبی در خیابان رودکی در مرکز پایتخت یک باره 7 ماشین تاکسی را پخش کرد. خود او میگوید روز اول ماه رمضان بود و او نوزکش که روزدار بود سخت خمار نوزش گرفته بود و به همین دلیل لحظه خوابش برده است، لحظه‌ای که برای این راننده بیچاره خیلی وزنی افتاد.